اگه مدتیه که احساس میکنی خلاقیت و نوآوری در کسب و کارت کم شده، ایده کم آوردی یا حتی ذهنت توی حل مسائل و مشکلات زندگیت گیر کرده و دیگه ایده و راه حلی پیدا نمی‌کنی، باید بدونی که یکی از عوامل اصلی این موضوع منفی نگری و نگاه بدبینانه داشتنه. منفی نگری یکم از عوامل اصلی عدم رشد و مانع اصلی تغییر باورها و چارچوب‌های فکریه. ویلیام مایر روانشناس ارتش آمریکا با بررسی اردوگاه‌های سربازای آمریکایی توی کره شمالی در این مورد به نتیجه شگفت‌انگیزی رسید که متعجبت میکنه. توی اردوگاه‌های نگهداری سربازای آمریکایی که تقریباً نه هیچ دیواری و نه حصاری وجود داشت، اردوگاه از استانداردهای بین‌المللی آب و غذا و امکانات اولیه برخوردار بود. هیچ مدل شکنجه فیزیکی هم در کار نبود. با وجود امکان فرار هم که کسی اقدام به فرار نمی‌کرد، ولی بیشترین آمار مرگ و میر از همین اردوگاه به گوش می‌رسید. زندانیای زیادی به مرگ طبیعی توی این اردوگاه می‌مردن. ویلیام مایر متوجه شد که توی این اردوگاه هیچ خبر مثبتی منتشر نمی‌شد. فقط نامه‌هایی که حاوی خبرهای بد بود به دست افراد می‌رسید. سربازا توی این شرایط ناامیدی شب که میشد یه پتوی روی سرشون می‌کشیدن و با فکر به اخبار منفی به خواب می‌رفتن و روز بعدم دیگه از خواب بیدار نمی‌شدن. ویلیام مایر اسم این شکنجه ذهنی و روحی رو مرگ خاموش گذاشت. اون متوجه شد که عادت دریافت اخبار منفی عزت نفس رو کاهش میده. ذهن منفی باف حتی از تاریکی هم نمیتونه نور بسازه. وقتی فقط بدیها رو میبینی، نور ذهنت خاموش میشه. هر فکر منفی یه ضربه به ایده‌هاته. شکستن یه مداد دیگه یه خلاقیته. خلاقیت تو همیشه بوده و هست. فقط باید از سایه ترس و نومیدی و منفی نگری درش بیاری. میدونم سخته. اگه فکر میکنی با موانع ذهنی زیادی روبرویی و عادت خوندن اخبار منفی عادت مخربی برات شده، حتما توی چالش 30 روزه رفع موانع ذهنی ما در کانال تلگرام شرکت کن. کانال رو برای رسیدن به رشد و آگاهی واقعی سابسکرایب داشته باش.